سلام علیکم. یک حکایت گویم از ابن خواص، یعنی ابراهیم پیر عام و خاص. با مریدان هر زمان می گفت کاش می شدم آن نازنین را خاک پاش. شیخ را گفتند ای مرد خدا، کیست آن مدحش کنی بسیارها؟ گفت روز ناگهان خوشدل شدم، جانب صحرای بی حاصل شدم. رقص ها کردم بسان گیردباد، بر دیار کافران را هم فتاد. مرتفع قصر بدیدم زرنگار، چیده بر دیوار او سرها قطار. چشم بازو دیده ها حیران همه، خویشتن را کردن قربان همه. از کسی زان واقعه کردم سؤال، که این خلایق را چگونه گشت حال؟ قصر خونافشان از آن کیست گو، فتنه در شهر شمایان چیست گو؟ گفت این کشور مکان کافر است، که سپاه بیکران را سرور است. دختر دارد بس صاحب جمال، همچو سایه آفتابش پایمال. مشک را گیسوی او بو می دهد، نرگسش مستی به آهو می دهد. در زمانه سربلند نیکوان، زلف او گشته کمند وحشیان. مدت شد که زی کس بیگانه است، خلق می گوید که او دیوانه است. خفته است مدهوش و خاموش از سخن، مات مر از کار اویند مرد و زن. در علاجش از حکیمان جهان، دادند بر باد سرها بیگمان. مدعی بودند شرط انگیختند، گشته عاجز خونشان را ریختند. گفتم او را رخ به سوی شاه کن، خسرو خونریز را آگاه کن. یا دوای درد دختر می دهم، یا به طرز دیگران سر می دهم. رفت آمد گفت می گوید بیار، من درون رفتم به نزد کیش نگار. گفت دختر ای کنیزک زود کوش، چادر آر و سر و پایم بپوش. گفت با او ساده لوحی بیخبر، رخ نپوشیدی زی مردان دیگر. چون بپوشی روی از این مردی غریب، کی بود از زندگانی بی نصیب. گفت مرد آنها نبودند در جهان، بلکه مرد این است در کون و مکان. چون شنیدم من ز دختر این کلام، حیرتی گشتم بگفتم السلام. گفت خوش آمدی ابن خواص، ای فدای مقدم تو عام و خاص. باری دیگر حیرتم افزون شد، که چیستان نامم به او بنموده شد. گفت آن کس که تو را آورده است، نام تو وردی زبانم کرده است. حق تعالی در دلم الهام داد، از قدوم تو مرا پیغام داد. بس که دارم من دل پر از الم، شربت فرما تسلی بخش غم. آیت خواندم شراب نوش او، نوش کرد و رفت بیرون هوش او. چون به هوش آمد بگفتم دلبرم، خیز سوی شهر اسلامت برم. گفت شیخا چیست در دارالسلام، که در اینجا نیست آن عالی مقام. قبله عالم بگفتم خانه است،
اشرف ابیات خوش کاشانه است. گفت بینی میشناسی خانه را، میشناسم گفتم آن کاشانه را. گفت بالای سرم افکن نظر، تا ببینی کعبه را تو جلوگر. کعبه را دیدم مزین بی گزاف، بود در گردی سر او در طواف. بعد از آن رو کرد سویم آن نگار، گوهر را سفت او مردانه وار. که به دل در کعبه شد صاحب مقام، کعبه می سازد طواف وی مدام. گر تو خواهی فرصت وصل خدایی، یک قدم راه است از هستی برایی. از شراب نیستی تو نوش کن، لطف حق را دست در آغوش کن. گوش دل بگشا به وعظ و پند من، در طریقت کم نباشی تو زیزن. در طریقت کم نباشی تو زیزن. جزاک الله خیرا کثیرا.